این نوبت چند معلومات را درباره پرزیدنت کشور به شما پیشکش می‌نماییم. دانستن خوب است. امامعلی رحمان 5 اکتبر سال 1952 در ناحیه دنغره جمهوری تاجیکستان در اویلای دهقان تولد شده است. فعالیت مهنتیش را سال 1969 بعد از ختم آموزشگاه کسبی و تکنیکی رقم 40 شهر سربند به حیث اوستای برق در کارخانه روغنکشی شهر قرغنتپه شروع نموده است. سالهای 1971-1974 در فلوت اقیانوس آرام در خدمت حربی بود. پس از خدمت حربی به زادگاه خود برگشته در سوخوزی به نام لنینی ناحیه دنغره کار کرده است. سال 1982 فاکولته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم نموده. سالهای 1976-1987 در وظیفه‌های کاتبی ریاست رئیس کمیته اتفاقهای کسبه سوخوز به نام لنینی ناحیه دنغره بود. سپس در مقامات حزبی فعالیت داشت. از سال 1987 تا سال 1992 دیرکتور سوخوز به نام لنینی ناحیه دنغره بود. سال 1990 امامعلی رحمان وکیل مردمی در شورای عالی جمهوری تاجیکستان دعوت 12 انتخاب می شود. تیر ماه سال 1992 رئیس کمیته اجرایی شورای نمایندگان خلق ولایت کلاب انتخاب گردید. 19 نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. 6 نوامبر سال 1994 امامعلی رحمان با راه آوازدهی عمومی خلقی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. 6 نوامبر سال 1999 امامعلی رحمان در اساس آلترناتیوی و با آوازدهی عمومی خلقی برای دوم به مهلت 7 سال پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. 6 نوامبر سال 2006 امامعلی رحمان در انتخابات آزاد و شفاف دموکراتی در اساس آلترناتیوی بار سوم به مهلت 7 سال پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. 6 نوامبر سال 2013 امامعلی رحمان با 84% آواز انتخاب کنندگان در انتخاب نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیروز گردید. موافق قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت به تصویب رسیده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که برای خلق تاجیکستان خدمت‌های بزرگ بنظیر کرده است به صفت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت اعتراف کرده شده است. قهرمان تاجیکستان از 11 دکبر سال 1999 می باشد. عائله‌دار و پدر 9 فرزند است.